آقای دکتر، این ابتدای گفتگوی ماست، خودتون رو معرفی بکنید بعد بریم به مباحث بسیار زیباتون در بخش بعدی. خواهش من نوید اژدمخیز هستم، متخصص طب کلنگر. آقا چه سالی متولد شدی؟ من متولد سال 60 هستم، 1360. درستون کجا خوندی؟ IBH استرالیا. آره، ما یه بحث خیلی زیبایی آقای دکتر دارن که در بخش بعدی حتما تقدیم می‌کنیم. آقای دکتر لطفاً خودتون رو معرفی بکنید و مدرک تحصیلیتون رو بفرمایید. به نام خدا، من نوید اژدمخیز هستم، متخصص طب کلنگر از دانشگاه IBH استرالیا. آقای دکتر این رشته خیلی جالب و جذابیه، کوتاه در مورد این توضیح میدید؟ به چه میپردازه؟ عرضم به حضور شما که عنوان این رشته TCM هست، Traditional Chinese Medicine، یعنی طب سنتی چین. طب کلنگر انسان رو یک کلیتی میبینه که باز این کلیتش یه جزئیاتیه در یک کل بزرگتر که اون کل بزرگ جهان هستی هست. این که انسان تو بدن خودش چه کلیتی داره و این چه قسمتی از جهان هستی قرار گرفته. این که ما چی هستیم در خودمون خیلی تاثیرگذار هست. این که چه تأثیری در جهان هستی داریم این خیلی مهمه. این که جهان هستی چه تأثیری بر روی ما داره. ما هیچ چیز جدایی از همدیگه نیستیم. انسان‌هایی که در کنار همدیگه هستیم، احساساتی که داریم، عواطفی که داریم، طرز فکری که داریم، گذشته‌ای که داریم، نوع زندگی که داریم، اینا همه روی روند زندگی ما اثر میذاره. توی شرق آسیا من خیلی راحت بهتون بگم از نظر بهداشتی شاید لول خیلی پایینی داشته باشن، ولی چون از نظر آرامش روحی مرتبه خیلی بالایی دارن، بیماری‌ها اونجا خیلی کم اتفاق میفته. مثلا ویژگی‌هاشون چی بود؟ ببینیم، من مثلا توی یه بیمارستان کار میکردم به اسم ابن سینا یا همون ابن سینای ما تو استرالیا، اندونزی. میگفتن که این چیز ماست، این دانشمند ماست، ابن سینا. خیلی بیکار بودیم اونجا، ما خیلی کار نداشتیم. علتش هم این بودش که مردمشون کم مریض میشدن اصلا بیان سراغ ما. یا من هر روز از بغل یه دادگستری رد میشدم، آدم کم میدیدم از این پله بره بالا بیاد پایین، فقط به خاطر یه دلیل که آرامش خیال داشتن این آدما. سبک زندگی خیلی نرمال و روونی داشتن. ببینید ترس روی کلیه اثر میذاره. خب وقتی یه نفر کلیهش از نظر کار کردی مشکل داره، توی هیچ سونوگرافی اینو نشون نمیده. ولی این کلیه خوب کار نمیکنه. طرف تکرر ادرار داره، احتباس ادرار داره، عفونت ادراری داره، میره سونوگرافی، تو سونوگرافی هیچی دیده نمیشه. بعد میگن خب تو خوبی. خب خوب نیستش. این آدم ترس داره، کلیهش از نظر عمل کردی خوب کار نمیکنه و مشکل داره. ترسش چیه؟ زنیه که مثلا از شوهرش میترسه، مردیه که ترس از رئیسش داره، کسیه که از تنهایی میترسه، کسی که از قرض و بدهی میترسه، کلیه ضعیف میشه. این اتفاق تو زمستون بیشتر میفته. خشم باعث نیمسوز شدن کبد میشه، کبد پرچرب. حالا هی دارو بخور، عرق کاسنی بخور، تا وقتی این خشم وجود داره اون کبد مشکل داره و این آدم کبدش خوب نمیشه. هیجانات کاذب، بی خودی، قلبو خیلی از کار میندازه، ضعیفش میکنه. اندوه زیاد، خیلی ها میبینن پدرشون 2 سال پیش فوت شده هنوز تو اندوهش هستن، تو سوگ موندن، ریه رو دچار مشکل میکنن. یا آدمایی که خیلی فکر و خیال میکنن، دائما شب تا صبح فکر و خیال میکنن. یا آدمای تحصیل کرده، همش تو فکر و خیالن دیگه، همش تو کتاب خوندن، درس خوندن، امتحان پس دادن، امتحانم چی میشه، اینا رو تحال تاثیر میذاره. میدونی تمام اینا تو بدن دیده میشه. یعنی وقتی یه نفر ترس داره، کلیهش مشکل داره، ریزش مو داره، استخونش مشکل داره، وزوزه گوش هم داره یا گوشش سنگینه. کسی که مشکل کبدی داره، خشم داره، تو بینایی ممکنه ایراد داشته باشه، تو زبونش ایراد داره، رنگ چهرهش سبزه. میدونید اینا همه رو از طریق اینا میشه فهمید که این آدم مشکل اصلیش چیه. اون مشکل اصلیش حالا ممکنه فشار آورده به یه چیز دیگه ای که خودش نمیدونه. مثلا میاد صاف دست میزنه اینجا، میگه اینجام درد میکنه. خب ما بررسی میکنیم میبینیم این از یه جای دیگه شروع شده، دومینووار، سلسله وار اومده رسیده به اینجا داره خودشو نشون میده. ما باید این دیسهارمونی و این چیزی که از مسیر اصلی انسانیت خارج شده بریم از ابتداش اون رو به تعادل برسونیم، درمان انجام بدیم، بعد بیایم درست کنیم.
مثال زدم الان تو این جلسه، گفتم که لوله ای که ترکیده لوله باید درست شه تا دیوار درست بشه. حالا هی دیوار رو رنگ کن، هی بخوای صافش کن، بی تاثیر این قضیه. بله. امروز 2 اسفنده. بله. روز زبان مادری. روز سنت گرایی و نسل بلا تکرار. به نظر شما جامعه ایرانی در دنیای پست مدرن با چه چالش‌های روحی و جسمی ببین، جامعه ایرانی نباید به این فکر کنه که مرغ همسایه قازه. خب اگر احساس رضایت تو زندگی نداشته باشی، اینجا احساس رضایت نداشته باشی، هیچ جای دیگه هم احساس رضایت نداره. آدم احساس رضایت رو با خودش حمل میکنه، نه اینکه بره جایی به دست بیاره. از سنن و آداب خودمون خجالت نباید بکشیم و باید اینو پرورشش بدیم، باید اینو حفظش کنیم، نگهش داریم. نمیگم تعصب داشته باشیم روش، بگیم من لرم، من کردم، من ترکم. این چیزیه که تو میتونستی یه جای دیگه به دنیا بیای، این نباشی. ولی اگر الان هستی، اینو بلدی، اینو حفظش کن، نگهش دار. ما اولین ایالات متحده دنیا هستیم. ایران ما اولین ایالات متحده دنیاست. اقوام مختلف کنار همدیگه زندگی کردیم، مثل این بدن انسان که قسمت‌های مختلف داره، نمیتونیم بگیم کدومش مهمتره. قلب مهمتره، کلیه، هر کدومش نباشه آدم نیست دیگه، آدم مرده است. بنابراین هر کسی آداب و سنن خودش رو حفظ بکنه، توی این قالب بدنی خودش رو حفظ بکنه، تاثیرگذاریش رو روی بقیه نگه داره و کمک کنه تا این چرخه به خوبی ادامه پیدا کنه و فرهنگمون حفظ بشه. اگه صحبت پایانی نه، ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. متشکرم. خیلی لطف کردید. ممنونم.